در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با هاشم رسولی، آگاه امور اقتصادی. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای رسولی، شما کانادا را از لحاظ بازرگانی بر افغانستان چگونه میبینید؟ چقدر میتونه که حائز اهمیت باشه بر افغانستان؟ خب کانادا از جمله 8 کشوری است که افغانستان با از او قراردادهای تجارتی بسیار یا قراردادهای اقتصادی بلند مدت داره که این قراردادها بسیار زیاد به نفع افغانستان است. به طور مثال جدا از مسائل تکنیکی که این کشورها با افغانستان خواهند داشت، کالاهای افغانی اگر به از 8 کشور وارد شود، اینا تعرفه یا از تعرفه گمرکی معافیت دارند و صفر است. این یک فرصت بسیار خوب و استثنایی است که برای کشورهای مثل افغانستان و کشورهای میگن کمتر توسعه یافته، این کشورهای پیشرفته این مثلا معافیت یا این مفیدیت بر از اونا قائل میشن که کانادا یک از این کشورهاست و کشورهای دیگر مثل آمریکا، استرالیا، اتحادیه اروپا، این کشورها هستند که برای افغانستان به اصطلاح معافیت مالیاتی در نظر گرفتن. یک فرصت بسیار خوبی است که افغانستان بتونه که تجارت خود با کشورهای پیشرفته گسترش بده و از همین مثلا مفیدیت‌های اقتصادی استفاده کنه و در اونجا طبیعتاً در رقابت‌های تجارتی بین دیگر اموال که دیگر کشورها میایه، افغانستان یک دست بالایی داره و نظر هزینه دیگر کشورها پایین‌تر است نظر قیمتش. از دید شما کدام اقلام افغانستان و فرآورده‌های افغانستان میتونن که بازار خوب در کانادا داشته باشد تا ما بتونیم که به کشور صادرات داشته باشید؟ خب ببینید، خیلی کشورها استانداردهای خود دارن، ولی بعضی کشورها یک کمی استانداردهایش متفاوت‌تر، سخت‌تر هست، ولیکن حالا وقتی ما می‌بینیم کالای افغانستان به اتحادیه اروپا میره، مثلا زعفران افغانستان یک از نمونه‌هایی هست، قالین افغانستان نمونه دیگر هست و همچنان حتی میوه خشک و افغانستان هم تا حدودی در مارکت های اروپا هست. امی استانداردها در کشورهای مثل کانادا و آمریکا هم تا حدودی قابل قبول است. البته استانداردهای آمریکا یک کمی سختگیرانه تر است، ولی کشورهای اروپایی و کشورهای و کانادا تقریبا شباهت دارن استانداردهایشان. پس به این نتیجه میگیریم که وقتی کالاهای ما به اتحادیه اروپا میره، همون کالاها پس میتونه به کانادا هم صادر شود و از این قسمت همون مفیدیت‌ها و از اون مزیت‌های اقتصادی استفاده کنه. آقای رسولی، چگونه حکومت افغانستان و بازرگانان میتونن که از این فرصتی که به میان آمده و رابطه خوب ما با کانادا داریم میتونن از اینها استفاده بکنن تا ما بتونیم که صادرات ما را افزایش بدیم به کشور؟ خب در قدم اول این برنامه‌ای که چند هفته پیش در کانادا انجام شد، این اعتبارش و این کردیتش برمیگرده به شورای تجارتی افغانستان کانادا. از جمله افغان‌های ما شما هستند که طی سالیان سال در اونجا زندگی کردند و این شورای تجارتی را ایجاد کردند. در طی سالهای گذشته بارها تلاش کردند که همچین نشست مشترک بین افغانستان و کانادا برگزار شود، ولی متاسفانه به خاطر اینکه مشکل صدور ویزا برای تاجران افغان بود، این برنامه‌اش تقریبا حدود در پارسال برگزار نشد، ولی که امسال تانستن که موفقانه این برنامه را برگزار کنند با همکاری نهادهای کانادا و همچنان با اشتراک یک تعدادی از افغانایی که اونها در دیگر کشورها زندگی میکنن و مشکل رفت آمد به کانادا نداشتن. با عزمی جمع یک حدود 50 یا 60 نفر تاجرای برگزار شد و یک فرصتی بسیار خوبی شد برای اینکه به هر حال سکتور خصوصی کانادایی اونها به افغانستان یک توجهی داشته باشند که خیلی سرمایه‌گذاری های خوبی را میشه که در افغانستان انجام داد، ولی که شاید اونها بی‌خبر بوده باشند و یک فرصتی شد که به هر حال اونها از وضعیت افغانستان آگاهی حاصل بکنن. در عین زمان هم خیلی حالا اگر در آینده سهولت ویزا بین افغانستان و کانادا بهبود پیدا بکنه، خیلی از تاجران افغان که میتونن به کانادا برن و برنامه اشتراک کنن و تقاضای خود از شرکت‌های کانادایی داشته باشن که عمده ترین به نظر من این است که میتونن مشوره‌های تکنیکی شرکت‌های کانادایی را شرکت‌های افغان ما داشته باشن، مخصوصا در بحث معدن که اونها معدن و همچنان در تیل و گاز در بخش رفاینری یا پالایشگاه تیل و گاز کانادا خیلی ظرفیت داره، خیلی پتانسیل قوی داره. در این قسمت میتونن که
شرکت های پالایشگاه، شرکت های تیل و گاز از امو به اصطلاح توانمندی های تکنیکی شرکت های کانادایی استفاده کنند. این هر چقدر که روابط بیشتر باشه، رفت و آمد بین دو کشور بیشتر باشه، طبیعتا شما شاهد تغییراتی در افزایش سطح تجارت دو کشور خواهید بود. میخوایم یک مثال را برای شما داشته باشیم، اینجا که از سال 2004 تا کنون افغانستان و آمریکا یک نشست مشترک برگزار کردن و این نشست های مشترک خیلی زمینه ساز بوده برای سرمایه گذاری های زیادی که در افغانستان وجود داره. شاید شما شاید اطلاع داشته باشین که در حدود 2000 شرکت آمریکایی در افغانستان کار میکنن. عمدتاً اینها در بخش مشوره‌های تکنیکی کار میکنن و این شرکت ها کسانی هستند که از طریق امین نشست ها و بحث‌های تجارتی اینها به افغانستان آمدن. این نشست‌های تجارتی در دراز مدت خیلی نتیجه میده. در این نشست‌ها بازرگانان و سرمایه‌گذاران کانادایی اینا علاقمند شدن که در افغانستان بیان در اینجا سرمایه‌گذاری داشته باشند، چون که در بخش گفته شده حکومت افغانستان میتونه کدام نوع فرصت‌ها را ایجاد بکنه تا ما بیشتر شاهد سرمایه‌گذاران کانادایی در اینجا باشیم. خب ببینید، جذب سرمایه گذاری در تمام کشورها به یک رقابت خیلی تنگاتنگ تبدیل شده. هر کشوری تلاش داره که یک زمینه و یک مزیت‌های یا مشوقه‌های سرمایه گذاری ایجاد بکنه، از اون طریق بتونه سرمایه گذاری خارجی را جذب بکنه یا به طور مشخصا واضح‌تر بگوییم که ارز وارد کشور بکنه. کشورهایی که در منطقه اطراف ما این کار کردن امروز موفق بودن، نمونهش ما بر شما ازبکستان بگوییم که در این وقتا فصل جدیدی از روابط تجاری خود با تمام دنیا ایجاد کرده و به شمول افغانستان، یا کشوری مثلا قزاقستان یا کشورهای مثل ترکیه یک سری پالیسی های تشویقی رو اونا در نظر گرفتن. افغانستان چیزی که به باور من است که میتونه تشویقی در نظر بگیره، مثلا دادن زمین رایگان یا به مدت بر اساس قانون زمینداری افغانستان به صورت دراز مدت که سرمایه‌گذار از بابت زمین خیالش راحت باشه که حداقل یک بیس مناسب من دارم. بحث دیگه بحث معافیت مالیاتی است که حداقل تا 10 سال باید معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذار مخصوصا در بخش صنعت داده شود. و موضوع دیگر موضوعی که به اصطلاح ویزه های بلند مدت یا اقامت های بلند مدت داده شده. به طور مثال در قزاقستان یا در ترکیه کسانی که تجارت میکنه اونا ویزای چند ساله میگیرن و از این بابت خیالشون راحت است که رفت آمد بین او کشورهایشان کشور مطبوعشان مشکل ایجاد نمیکنه. افغانستان با 2-3 پالیسی که میتونه در نظر بگیره، حداقل اگر بحث امنیت حالی یک کنار بگذاریم، یک بحث دیگری هست، اما مسائل اقتصادی تجارتی و مقررات تجارتی خود اصلاح بسازه. به باور من با وجودی که همین شرایط امنیتی افغانستان خراب هست، ولی سرمایه‌گذارانی هستند که در افغانستان علاقه‌مند دارن که بیان کار کنن. آقای هاشمیان، چنان که دیده شده به این که خب فرصت‌های خیلی خوب در بخش بازرگانی به افغانستان با وجود میه، اما حکومت آنچنان که گفته میشه از طرف بازرگانان طرح لازم را نداره که از این می‌ها استفاده بکنه. ما روابط خود گسترش میدیم اما برنامه‌ای نداریم که باید از این روابط چگونه استفاده بکنیم. میتونه چقدر از چالش‌های عمده در این بخش باشه؟ خب مشکل کلان در حکومت افغانستان این است که با دولت مردان افغانستان هنوز به باور نرسیدن که ما از جذب سرمایه گذاری با افزایش میزان اشتغال و افزایش عاید دولت از طریق سرمایه گذاری خصوصی ما میتونیم به خودکفایی برسیم. به همین باور دولت مردان ما نرسیده. دلیل عمده‌اش است که همچنان پولهای خارجی، کمک‌های خارجی به افغانستان سرازیر است. شما در پالیسی های کلان دولت وقتی شما ببینید تمام از اینها مشروط شده به کنفرانس ها. مثلا گفته میشه که سطح اقتصاد افغانستان در سال آینده 1% افزایش پیدا میکنه اگر فلانی کشور به تعهدات فلانی کنفرانس باقی بمانه و ما را 200 میلیون دلار بدهد. ببینید هیچ کشوری پالیسی اقتصادیش بر اساس کمک تدوین نمیشه. بر اساس ازی تدوین میشه که اگر یک کشوری که پالیسی اقتصادی دقیق خوبتر میخواد ایجاد بکنه، این میگه که اگر ما امسال مثلا مالیه بر عواید 5% یا 3% کاهش پیدا بکنیم، کاهش بدیم، اینی قدر سرمایه گذاری بیشتر ایجاد میشه. وقتی اینی قدر سرمایه گذاری ایجاد شود، اینی قدر شغل ایجاد میشه، اینی قدر سطح اقتصاد و همون مؤلفه‌های اصلی اقتصاد بحث میکنن در پالیسی ها.
ولی افغانستان در مؤلفه‌های اساسی اقتصاد کسی بحث نمیکنه. همه چی منوط است به کمک، منوط است به کنفرانس، منوط است به اینکه ما چقدر پیسه کمک از دیگه کشورها به دست میاریم و این راه حل نیست متاسفانه. بله تشکر. سپاس از اینکه به برنامه حضور یافتید.